ای رسول الله متوجه باش، نوح علیه السلام بسیار مشکلات را دیده، ابراهیم علیه السلام هم بسیار مشکلات را دیده. وقتی که ابراهیم علیه السلام را لوچ و برهنه کردن لوچ مادرزاد در منجنیق انداختن، آتش بزرگی را جمع کردن در قلعه و نمرود که دعوای خدایی میکرد آتش را بلکه کرد، آتش همون تو بلکه میزد، آتش را روشن کرد. میگه پرنده که از بالای از او پرواز میکرد و پرایش میسود. ابراهیم علیه السلام اما علم الیقین داشت، میفهمید که الله، ما که صبر میکنم در این مصیبت ها، در این مشکلات ها، الله با ما هست. او الله عزوجل قدرتش از نمرود و از ترامپ و از پوتین هم کده بالاتر است. اسلحه تمامی دنیا در دست الله عزوجل است. الله اکبر. وقت بود که جبرائیل علیه السلام آمد گفت ای ابراهیم ما آمدیم که تو را کمک بکنم. ای گفت ای جبرائیل تو هم مثل ما و یک مخلوق هستی، ما از او ذات کمک میخواهیم که تو را و مرا خلق کرده. صدا کرد حسبنا الله و نعم الوکیل. حساب ما با الله عزوجل بسنده است، وکیل مدافع ما الله است، او مرا دفاع میکنه. امر کرد برای آتش ای آتش سرد شو، سرد گوارا بر خلیل من، بر جگرگوشه من، بر محبوب من. الله اکبر. وقتی که میبینن یه قلعه که پر از هیزم و پر از آتش باغچه جنت میگرده، الله اکبر، هزارها نفر سر به سجده میشه، هزارها نفر سر به سجده میشه، ایمان میاره به ابراهیم علیه السلام. این نمرود یه حالت نگاه میکنه، خب ما خواستیم که از یک نفر نجات پیدا کنیم، ولی هزاران نفر ایمان به این آورد. الله اکبر کبیرا. حکمت های الهی را نگاه بکنید. ای دوست مهربان، غم نخور، غم نخور. هیچ وقت دلتان مثل کواری پر باشه. بگذارین ما را از زندان ها پر بکنن، دست های ما را قطع بکنن، گردن های ما را قطع بکنن، بگذارین تکه و پارچه بکنن، بگذارین که منافقان به دولی این کفار برقصن. اما نصرت الهی قریب است باذن الله سبحانه. الهی قریب است باذن الله سبحانه.